اینها نظامیان میانمار هستند که به خبرنگاران ثبت آنها را بسیار کم اجازه می‌دهند. آنها در ساحل بحر در خلیج بنگال جای را پاسبانی می‌کنند که پناهجویان از ولایت روهینجا میانمار می‌خواهند خود را از آنجا به بنگلادش برسانند. ثبت سربازان با اجازه ارتش میانمار روز 12 نوامبر صورت گرفت. 1000 نفر از پناهجویان روهینجا اینجا زیر آفتاب سوزان منتظرند که کشتی آمده آنها را به اردوگاه پناهجویان به بنگلادش همسایه میبرد. یگانه نیتشان ترک میانمار است. بر نمیگردیم. بعضی‌ها اینجا یک ماه است که منتظرند. نظامیان میگویند به آنها کار نمیگیرند و اگر کشتی بیاید حق دارند بروند. ما با آنها کار نمیگیریم چون نمیخواهیم به مشکلی گرفتار شوند. از زمان عملیات ارتش میانمار در ولایت روهینجا 600,000 نفر به بنگلادش گریخته و پناهگاه یافتند. مقامات سازمان ملل نظامیان میانمار را به قتل مردم بیگناه روستاها متهم کرده و گفتند که کشتار اقلیت روهینجای مسلمان میانمار برابر با نسل کشی است.